به نام الله بخشنده و به نهایت مهربان. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، او را سبحانه و تعالی را حمد و ستایش میکنیم و از او سبحانه و تعالی کمک و یاری و درخواست میکنیم و آموزش میطلبیم و با سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسهایمان و از کارهای ناشایسته امان و درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کسی راه گمراهی را اختیار کند، کسی او را هدایت کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که معبودی بر حق جز الله نیست، پروردگاری بر حق است، تنها اوست بدون شریک. و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست صلی الله علیه و آله و سلم. ای پروردگار، ما هیچ دانشی نداریم بجز آنچه که تو بر ما آموخته ای. پروردگارا، ما را با آنچه که برای ما سودمند است بیامرز و علم ما را بیشتر بگردان. اما بعد، امروز با همراهی شمایان در باب دوازدهم درباره نماز عیدین، نماز دو عید، عید قربان و عید فطر، از کتاب فقهی میسر، فقه آسان بیان صحبت خواهیم نمود باذن الله تعالی. ما با همراهی شمایان در درس گذشته نماز خوف، نماز جمعه و همچنین دیگر مسئله های نماز را گرفته بودیم. امروز باشد توقف ما کمی قرار میگیرد در بیان نماز عیدین، عید قربان و عید رمضان و همچنین نماز استسقا، طلب باران و همچنین نماز کسوف و خسوف، هنگامی که آفتاب یا ماه گرفته می شود. در این موضوعات ها با همراهی شمایان با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی صحبت خواهیم کرد و از درگاه الله سبحانه و تعالی طلب می نماییم که ما و شمایان را شایسته رحمت قرار بدهد. الباب الثاني عشر، باب دوازدهم، فی صلاة العیدین، در نماز دو عید، در نماز دو عید، یعنی عید قربان و عید رمضان. عید قربان و عید رمضان اینها دو عیدند، عیدان دو عیدند، عید قربان و عید فطر، عید رمضان. هر کدامشان مناسبت شرعی مخصوص دارند. عید فطر باشد به مناسبت انجام روزهای ماه رمضان و عید قربان باشد به مناسبت پایان دهه اولی ذوالحجه می باشد. به آن عید میگویند زیرا هر سال در وقت معین تکرار می شود، تکرار به تکرار آمدن می گیرد. المسألة الأولى، مسألة أول حكمها ودليل ذلك. حکم نماز عید و دلیل آن. بدون نماز عید فرض کفایی هست، یعنی اگر گروه از مسلمانان آن را ادا کنند از دیگران گناه برداشته می شود، اما اگر همه مردم آن را ترک کنند همه آنها گناهگار می شوند. زیرا این نماز، یعنی نماز عیدین، عید قربان و عید رمضان، از علامت ها و شعارهای آشکار اسلام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه نماز را می گزارندند. این دو نماز را همیشه ادا میکردند و میگذاریدند. بارک الله فیکم. و همچنین صحابگان کرام رضی الله عنه پس از او این دو نماز را ادا میکردند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به زنان نیز امر کردند که برای نماز عید برآیند. حتی زنانی که در حالت حیض قرار دارند با آنها نیز امر شد که بر این میدان برآیند از برای نماز عید بدون اینکه نماز بگذارند. این دلالت میکند که نماز عیدین، عید قربان و عید رمضان، یکی از مهمترین شعارهای اسلام به شمار می رود و دلالت بر این بزرگی نماز و فضیلت آن می کند. زیرا اگر با زنان با وجود آن که اهل جمعیت نیستند امر شدند، پس به مردان باز لازمتر می گردد. و برخی از عالمان هم فرمودند که فرض عین است گفتند. المسألة الثانیه، مسئله دوم، شروطها، شرطهای نماز عید. از مهمترین شرطهای نماز عید داخل شدن وقت نماز. دوم، مهم بودن عدد معین، یعنی ساکن همان محل بودن، یک عدد معینه. پس ادای نماز عیدین، عید قربان و عید رمضان، از آن وقت معینه که
شرع بیان کرده است آن را بر وقت دیر کردن ممکن و جایز نیست و اینچنین با کمتر از 3 نفر نیز درست نمی شود. باید اقلا 3 نفر حضور نماید. همچنین بر مسافر و ساکنانی که دائمی هستند بر مسافران واجب نیست، اما بر کسانی که مقیم هستند بر آنها واجب است. اما حضور آنها نیز لازم می‌گردد، چون یکی از شعارهای اسلام است. المسألة الثالثه، مسئله سوم، مواضع التي تصلي فيها، جایهایی که نماز عید در آن خوانده می شود. جایهایی که نماز عید در آن خوانده می شود. سنت است که نماز عید در صحرا بیرون از شهر یا دهه خوانده شود، با دلیل حدیث ابو سعید رضی الله عنه که فرمودند كان النبي صلى الله عليه وسلم إنك پیامبر صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عید قربان و عید فطر به مصلی، جای کشاد و کلان از برای نمازگزاری بیرون می رفتند. روایت بخاری تحت رقم 956 و مسلم تحت رقم 889. مقصد به احتمال زیاد و الله سبحانه و تعالی دانستر است این اظهار و نشان دادن این سنت بزرگ و شعار اسلام است. اما اگر عذر باشد، یگام عذر پیدا بگردد، مثل بارانگری، مثل شمال سخت و مانند اینها، خواندن آن در مسجدان بزرگ، مسجدهای بزرگ، مسجدهای جامع جایز و روا می باشد. المسألة الرابعه وقتها، مسئله چهارم، وقت نماز عید. وقت نماز عید مثل وقت نماز ضحی چاشت است. بعد از آن که آفتاب بلند می شود، به اندازه یک نیزه تقریبا 15-20 دقیقه پس از طلوع آفتاب وقتی نماز عید شروع می شود. لانه صلی الله علیه و سلم، چون که او صلی الله علیه و سلم و خلفای پیامبر صلی الله علیه و سلم، خلیفگان پیامبر صلی الله علیه و سلم، این نماز را در این وقتها ادا میکردند هنگام بلند شدن آفتاب. کان یصلونه بعد ارتفاع شمس، اینکه بعد برآمدن آفتاب، بلند شدن آفتاب، این نماز را می‌خواندند. لان ما قبل ارتفاع شمس وقت نهی، چون پیش از بلند شدن آفتاب این وقت نهی است، وقت جایز نبودن است. المغنی مجلد دوم صفحه 232-233. و سنت است که نماز عید قربان را در اول وقتش ادا کرده شود و نماز عید فطر باشد اندک دیرتر به تأخیر انداخته گذاشته شود و این به خاطر عملکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم است، چون مردم از برای عید قربان به ذبح قربانی نیاز دارند و خوب است که بر وقتتر خوانده شود، یعنی در اول وقتش، و تا که مردم از برای ذبح قربانی های خود مشغول بگردند. و برای عید فطر باشد بهتر است که دیرتر خوانده شود تا اینکه مردم توانند زکات عید فطر را به نیکویی ادا نمایند. المسألة الخامسه، مسئله پنجم، صفت نماز عید و چی صورت رو در بر میگیرد. پس بدون که نماز عید 2 رکعت است و پیش از خطبه خوانده می شود. با دلیل سخن عمر رضی الله عنهم، صلاة الفطر و اضحى رکعتانی، گفتن نماز فطر، این عید فطر و عید رمضانش میگیم، و نماز اضحى عید قربان 2 رکعت است. 2 رکعت خوانده می شود. تمام کامل است. 2 رکعت کامل است، نه کوتاه شده است، نه قصر خوانده کرده می شود، بلکه 2 رکعت است. بلکه این با زبان پیامبرتون صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. قد خاب من افترا، گفت در آخر، گفت هر کسی که دروغ ببافد زیانکار است، هلاک شده است. روایت احمد مجلد اول صفحه 37 و نسائی و بیهقی این را هم ذکر کرده هستند. و طرز تکبیرهای نماز عید. در رکعت اول نماز عید بعد از تکبیرات احرام دعای استفتاح سبحانك اللهم یا اون چیز دیگر پیش از اعوذ بالله 6 تکبیر گفته می شود. در رکعت اول بعد از تکبیر احرام و دعای استفتاح پیش از اعوذ بالله و بسم الله گفتن، در رکعت اول 7 تکبیر گفته می شود و در رکعت دوم 5 تکبیر گفته می شود. رکعت اول 7 تکبیر، رکعت دوم 5 تکبیر. با دلیل حدیث عایشه رضی الله عنها گفتن که التکبیر فی الفطر والاضحى فی الاولى 7 تکبیرات. تکبیر در عید فطر و در عید قربان 7 تکبیر است. و فی ثانیتی و در دوم رکعت باشد 5 تکبیرات، 5 تکبیرات، 3 تکبیرات رکوع بجز تکبیر رکوع. روایت ابی داود تحت رقم 1149
و همچنین در ارواع الغلیل مجلد سوم صفحه 286 ذکر شده است. و با هر تکبیر دستها را بلند میکنیم، میبرداریم. با هر تکبیری که در نماز عید گفته می شود دستها برداشته می شود. با دلیل حدیثی که ذکر شده است روایت احمد است و البانی این حدیث رو تحت رقم 641 صحیح گفته است، حسن گفتیان، خوب گفتیان. کان یرفع یدیه مع التکبیر، اینکه پیامبر الله با همراهی تکبیر گویی دستهای خود را میبرداشتند. سپس قرائت بعد 7 تکبیر در رکعت اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم استعاذه میکند و بعد از بسم الله قرائت می نماید که از سوره فاتحه شروع می نماید. در رکعت اول پس از سوره فاتحه سبح اسم ربک الاعلی سوره اعلی را می خواند و در رکعت دوم باشد هل اتاک حدیث الغاشیه سوره غاشیه را می خواند. و این با دلیل سخنان سموره رضی الله عنها که فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم در 2 عید سوره های سبح اسم ربک الاعلی و هل اتاک حدیث الغاشیه را می‌خواندند، روایت احمد و ابن ماجه تحت رقم 1283 و البانی در ارواع الغلیل این را تحت رقم 444 ذکر کردند. و همچنین صحیح آمده است که بعضا پیامبر صلی الله علیه و سلم در 2 رکعت اول سوره قاف و القرآن المجید سوره قاف را می‌خواندند و در رکعت دوم اقتربت الساعه و انشق القمر سوره قمر را می‌خواندند، روایت مسلم تحت رقم 891. بارک الله فیک. اما در بیان مسئله ششم باشد. مسئله ششم جای خطبه در نماز عید بعد از نماز است، یعنی که هنگامی که نماز عید خواندن می شود سپس خطبه کرده می شود. با دلیل سخنان ابن عمر رضی الله عنه که فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم، اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر همچنین یصلون العیدین قبل خطبه، که نماز عید را، عید قربان و عید فطر را پیش از خطبه می‌خواندند، روایت بخاری تحت رقم 963 و مسلم تحت رقم 888. مسئله هفتم قضای نماز عید. کسی که نماز عید از او فوت شده است خواندن قضا برای او دیگر سنت نیست، زیرا در این باره از پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچ دلیلی ثابت نشده است که نماز عیدین را قضا کرده باشند. اینچنین این نماز جمعیتی جامع است، با شیوه مخصوص خوانده می شود. برای همین جز به همین شکل مشروع که ذکر شده است خواندنش جایز و روا نیست. مسئله هشتم سنت های نماز عید. سننها. اولا سنت است که نماز عید در جای کوشاد، در صحرا، در جای وسیع بیرون از شهر یا دهه خوانده شود تا مسلمانان در آنجا جمع شوند و این یکی از شعارهای بزرگ و ظاهر اسلامند. اما اگر برای عذر مثل باران یا که برف یا که خنکی سرد دیگر چیزهای عذرهای باشد می شود در مسجد جامع خوانده شود. و پیش از عید قربان نماز عید قربان باید بر وقت خوانده شود و عید فطر باشد کمی دیرتر، طوری که پیشتر شرح داده بیان کردیم. و پیش از برآمدن به نماز عید فطر باید 1 دانه خرما بخورد. اگر این خرماها تاق باشد با بهتر است. اما روز عید قربان باشد پیش از برآمدن به نماز عید چیزی نخورد، به دلیل عملکرد پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند فکان لا یخرج یوم الفطر حتی افطر. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر نماز عید فطر بیرون نمیشد حتی چیزی را تناول میکرد، حتی علی تمرات یاکلن وترا، خرما 1 دانه های خرما از تاق را میخورد، روایت بخاری تحت رقم 953. و روز عید قربان چیز نمیخورد تا وقتی که نماز رو بخواند، روایت ترمذی تحت رقم 542 و ابن ماجه 1756. البانی این حدیث صحیح گفت. و همچنین سنت است بر وقت پس از نماز بامداد پیاده به نمازگاه رفت، به نماز عید، تا نزدیکتر به امام نشست و ثواب انتظار نماز را به دست آورد. و سنت است بر مسلمانان که خود را زیبا نمایند، مردان خود را آرا بدهند، لباسهای نیکو بپوشند، عطر بزنند، غسل نمایند، لباس بهترین را بپوشند. و سنت است که خطبه عید در بیان آن موضوعات مهمی که ذکر میشد باشد، مسائل مهم دین را در بر گیرد، مردم را از دادن زکات فطر اگر که عید فطر باشد تشویق کنند، به طرز دادن آن و بیان آن، و همچنین در قربانی در بیان اضحیه قربانی کردن در نماز عید تشویق کرده شود، احکام آن را بر مردم بیاموزانند. باید قسمی خطبه نیز برای زنان نیز باشد، زیرا آنها نیز زنها بر پند و نصیحت و تعلیم هم نیاز دارند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از انجام نماز به خطبه نزد زنان میرفت. از برای خطبه
آنها را پند میداد و یادرس میکرد. روایت بخاری تحت رقم 978. برای همین گفته شده است که خطبه پس از نماز است و همچنین سنت است که در عید، در روزهای عید بسیار تکبیر و تحلیل گفته شود. الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، به دلیل فرموده الله سبحانه و تعالی ولتکملوا العدة ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، و تا شماره روزها را تمام کنید و الله را تکبیر گویید به خاطر آنچه که شما را راهنمایی کرد، شما را به راه راست هدایت کرده و شاید که از جمله شکرگزاران و سپاسگزاران قرار بگیرید. سوره بقره آیت 185. و مردم باشند این تکبیر را با آواز بلند در خانه ها، در مسجدها، در بازارها بگویند و زنان باشد با آواز پست تکبیر بگویند. و از سنت است که شخص با راهی که به سوی نماز می رود هنگام برگشتن راهش را عوض نماید و دلیل آن حدیث جابر رضی الله عنه است که کان نبی صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم اذا کان یوم العید خالف الطریق، این که هنگامی که روز عید میشد راه را تغییر میداد، راه را مخالفتی مینمود. روایت بخاری تحت رقم 986. و گفته شده است که این کار برای آن است که هر دو را برای شهادت بدهند یا برای ظاهر کردن شعارهای بزرگ اسلام و گفته های دیگر نیز هست. و همچنین باقی ندارد که مردم روز عید به یکدیگر تبریک بگویند، تبریکات روز عید رو با همدیگر بگویند. بعد نماز عید بگویند با همدیگر تقبل الله منا و منک، الله سبحانه و تعالی از ما و شما بپذیرد، قبول نماید. چون صحابگان کرام همین طور و همین کار را انجام میدادند، با چهره کشاده، با خوشحالی با دیدار یکدیگر میرفتند. این است نماز عید که باید این گونه خوانده شود و این مسائل مد نظر گرفته شود.